سلام بچه‌های قشنگم. خوبین؟ خوشین؟ سلامتین؟ چه خبر؟ دلم براتون تنگ شده بود. خب بهم بگین چیکار کردین؟ تعطیلات بهتون خوش گذشت؟ پیش خانواده بودین؟ رفتین دور همی؟ رفتین تو دل طبیعت؟ بهتون خوش گذشت یا نه؟ خب حالا که یه هفته جدید رو شروع کردیم، میخوایم چند تا کتاب جدیدم توی این هفته با هم بخونیم. خاله بهار امروز میخواد براتون کتاب فرانکلین گم میشود رو بخونه. این کتاب هم کلی چیز داره که ازش یاد بگیریم. راستی این کتاب رو پولت بورژوا نوشته. بریم ببینیم فرانکلین میخواد چی کار کنه. یه روز فرانکلین گفت میخوام برای بازی کردن به خونه خرس برم. مادرش گفت باشه، ولی سر ساعت 6 برای شام خونه باش. بعد با نشون دادن عقربه‌های ساعت زمان برگشت رو به فرانکلین نشون داد و در آخر انگشتش رو بالا برد و گفت تنهایی به جنگل نری. فرانکلین راه افتاد، از پول گذشت، از مزرعه توت فرنگی هم گذشت. خرس، روباه، غاز و سمور آبی با هم دیگه بازی میکردن. فرانکلین فریاد زد منم اومدم، چه بازی میکنین؟ دوستاش گفتن قایم باشک و تو هم چشم میذاری. فرانکلین چشماشو بست و شروع به شمارش کرد. فرانکلین از قایم باشک بازی خوشش میومد. نمیتونست تند بدوه، ولی خیلی زرنگ بود. میدونست که خرس همیشه زیر بوته تمشک قایم میشه. فرانکلین نگاهی به اطرافش کرد. برگه های بوته تمشک تکون میخوردن. فریاد زد خرس، دیدمت، سوک سوک. فرانکلین از بالای پل به پایین نگاه کرد. پرهای خالدار غاز و پوست نرم سمور پیدا بود. فریاد زد غاز، دیدمت، سوک سوک. سمور، دیدمت، سوک سوک. فقط از روباه خبری نبود. فرانکلین همه جا رو گشت. زیر تمام بوته ها و تنه درخت ها رو خوب نگاه کرد. از راهی که اومده بود برگشت. از روی پل عبور کرد و بدون اینکه متوجه باشه وارد جنگل شد. اطراف درخت‌ها و داخل شکاف‌ها رو میگشت. همه جا رو خوب دید، ولی نتونست روباه رو پیدا کنه. اصلاً روباه در جنگل قایم نشده بود. در خونه خرس بود. بعد از مدتی فریاد زد نتونستی منو پیدا کنی. اما فرانکلین صداش رو نشنید، چون از اونجا خیلی دور شده بود. روباه پرسید فرانکلین کجاست؟ هیچ کدوم نمیدونستن. مدتی منتظر موندن. خرس گرسنه بود. سرانجام غاز گفت ساعت نزدیک 6، حتما با عجله به خونه برگشته. همگی گفتن حتما و بعد به خونه هاشون رفتن. ساعت 6 شد. پدر و مادر فرانکلین از دیر اومدنش عصبانی شدن. شام حاضر بود، اما از فرانکلین خبری نبود که نبود. نیم ساعت گذشت.
پدر و مادر نگران شدند و برای پیدا کردن پسرشون از خونه بیرون رفتن. پدر به هر طرف سر می‌کشید و صدا می‌زد: فرانکلین، تو کجایی؟ مادر هم به در خونه دوستای پسرش رفت و از اونها سوال کرد. از خرس پرسید: نمیدونی فرانکلین کجاست؟ از غاز و سمور آبی پرسید: نمیدونید فرانکلین کجاست؟ از روباه پرسید: نمیدونی فرانکلین کجاست؟ هیچ کدوم نمیدونستن که فرانکلین کجاست. حالا اونها هم نگران شده بودند. هوا تاریک شد. فرانکلین از یه راه به راه دیگه ای می رفت. درختها همه یه شکل بودن. کوهها و تپه ها همه مثل هم بودن. نمیتونست راهش رو پیدا کنه. با صدای ضعیفی گفت: من گم شدم. یادش نمی اومد از کدوم راه اومده بود. نمیدونست از کدوم راه باید به خونه برگرده. خسته شده بود و میترسید. هیچ کس اون اطراف نبود. فرانکلین در لاک کوچیک و تاریک خودش خزید و منتظر موند. حتما کسی از اینجا میگذره. ولی کی؟ آیا کسی از اینجا میگذره؟ سایه های تاریک روی تپه ها رو پوشوندن. فرانکلین آهسته گفت: کی اونجاست؟ ولی جوابی نشنید. چون این سایه ابرهایی بود که روی ماه رو پوشونده بود. هو هو. فرانکلین پرسید: کی اونجاست؟ ولی هیچ کس جواب نداد. این صدای جغدی بود که خیلی خیلی دورتر روی شاخه درختی نشسته بود. هو هو. فرانکلین پرسید: کی اونجاست؟ ولی جوابی نشنید. این صدای باد بود که از میان شاخ و برگ درختها میگذشت. سعی کرد بخوابه، ولی با هر صدایی از جا میپرید. زیر لب و به آرومی زمزمه میکرد که صدایی شنید: کریک کراک کریک کراک کریک کراک. آهسته پرسید: کی اونجاست؟ ولی کسی بهش جواب نداد. بعد صدای آشنا به گوشش خورد، مثل اینکه کسی نام اون رو صدا می کرد. دوباره همون صدا رو شنید. بارها و بارها فریاد زد: من اینجام، من اینجام. کریک کراک کریک کراک کریک کراک. پدر و مادر از تپه پایین اومدن. با دیدن فرانکلین گفتن: تو اینجایی؟ اونها فرانکلین رو سفت بغل کردن و بوسیدن. پدر گفت: ما خیلی نگران شدیم. مادر با ناراحتی گفت: به تو گفته بودم که تنهایی به جنگل نری. فرانکلین دماغش رو بالا کشید و گفت: نمیخواستم به جنگل بیام. دنبال روباه میگشتم که یه دفعه دیدم گم شدم. پدر و مادر گفتن: خب حالا خدا رو شکر که سالمی. اونها
راه رو پیدا کردن و به خونه برگشتن. شام روی اجاق هنوز گرم بود. بعد از خوردن شام و جمع کردن میز، فرانکلین خواست تا حرف بزنه. فرانکلین گفت: خیلی متاسفم. قول میدم که دیگه این اتفاق تکرار نشه. مادر گفت: حتی اگه روباه اونجا قایم بشه؟ پدر گفت: حتی اگه خرس اونجا قایم بشه؟ فرانکلین گفت: حتی اگه هر کسی اونجا قایم بشه. نیم ساعت از وقت خوابشون گذشته بود. فرانکلین داخل لاک گرم و راحتش خزید. پدر و مادر به پسر عزیزشون شب بخیر گفتن، ولی جوابی نشنیدن، چون فرانکلین به سرعت خوابش برده بود. خب کتاب کودیلیای عزیزم، از این داستان خوشتون اومد؟ شما هم تا حالا گم شدین؟ چی کار کردین؟ تا حالا شده بابا و مامانتون ازتون بخوان که اینجا نرین، اما شما گوش ندین و به راه خودتون ادامه بدین؟ بعدش چی شده؟ مشکلی براتون پیش اومد؟ چی کار کردین؟ خلاصه این که فرانکلین به ما یاد داد که به حرف بابا و مامانمون گوش بدیم تا گم نشیم. خب عزیزای دلم، خیلی دوستتون دارم. خیلی